در آغاز باز یک هفته نو بینندگان عزیز به شما درود میفرستم و با خبرهای تازه در خدمتتون هستم. امروز 7 فوریه از آن میگوییم که وزارت کارهای داخلی صدمه مرگباری آوازخوان دمیربک اولیموف را شهر داد. نماینده کمیته نروژی هلسینکی از مقامات توجیک خواست از خونریزی در خاروق جلوگیری کنند. توجیکستان و روسیه برای دادن نفقه به مهاجران به سازش رسیدند. در تظاهرات در آلمان آزادی نصرتالله سعیدов را طلب کردند و سه بینای مشکلدار معروف با نام بیناهای بک‌صبور هنوز سپرده نشدند. مهاجران توجیکی در روسیه رسما کار میکنند امکان خواهند داشت که از آن کشور نفقه گیرند. رهبر اگنتی سقراط اجتماعی و نفقه توجیکستان دلمراد دولتزاده امروز گفت که در این زمینه توجیکستان و روسیه به موافقت رسیدند. بر علاوه اگر شهروند هم در توجیکستان و هم در روسیه سابقه کاری داشته باشد میتواند از هر دو جانب نفقه بگیرد. سازشنامه دو جانبه حجم نفقه را که شهروندان توجیکستان در روسیه هستند و باید بگیرند تنظیم میکند. تا به حال با سبب وجود نداشتن قرارداد مهاجران بازنشسته تنها نفقه اجتماعی میگرفتند که ناچیز بوده اندکی بیش از 200 سومونی میباشد. روسیه کشوری اصلی قبول کننده مهاجران مهنتی توجیک به حساب میرود. کار در شرایط سنگین، نقض حقوق و مناسبت سرد مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی توجیک بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. وزارت کارهای داخلی توجیکستان صدمه فوجیه باری آوازخوان شناخته کشور دمیربک اولیموف را شهر داده است. در خبرنامه آمده است تخمینا ساعت 1 شب 5 فوریه راننده ماشین تمغه خونده دمیربک اولیموف 33 ساله هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند سامغور به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته از راه به قسمت شغل پوشم شود و بعداً به صحرای پیوسته برای ماشینگرد برآمده یک چند مرتبه چپه شده است. در نتیجه هنرمند شناخته جراحت‌های وزین جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بینندگان عزیز تفصیلات در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما می شود. روز شنبه 5 فوریه در پی گشایش رسمی بازی‌های المپیک در شهر پکین رهبر چین سی جین پینگ پرزیدنت توجیکستان امامعلی رحمان را به حضور پذیرفت. او توجیکستان را دوستی آهنین چین عنوان داده با اشاره به پشتیبانی چین از استقلال و صاحب اختیاری توجیکستان افزود که کشور از جانبداری توسعه روابط دو جانبه است. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. رهبر چین میگوید کشورش آماده است ورود محصولات کشاورزی تاجیکستان را افزایش دهد. روز جمعه هنگام ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در شهر پکین، سی جین پینگ همچنان به ضرورت تکمیل نمودن لایحه معرفتی چینی با نام لوبان ورکشاپ را ذکر نمود که اولین در منطقه آسیای مرکزی خواهد بود. سی جین پینگ خاطر نشان کرد که کشورش همانا در مبارزه با سرایت کووید 19 و مقاومت به تروریسم با تاجیکستان همکاری خواهد کرد. پرزیدنت تاجیکستان در نوبت خود ابراز داشت که روابط دوستانه با چین یکی از مسئله‌های اولویتناک سیاست خارجی تاجیکستان است. امامعلی رحمان افزود که تاجیکستان حاضر است در اجرای لایحه سراسری اینفراساختاری یک کمربند و یک راه همکاری نموده برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های چینی شرایط فراهم آورد. در پایان ملاقات دو رهبر یک عده برنامه‌های رشد اقتصادی و تجارت میان تاجیکستان و چین به امضا رسید. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل یافته است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. نمایندگان سازمان‌های مخالفین پیوسته حکومت تاجیکستان را برای وابستگی شدید به چین تنقید می‌کنند، اما مقامات می‌گویند در مناسبت با کشورها حد خود را می‌دانند. شما سرخط رویداد رو تماشا دارید. ماریوس فوسوم نماینده کمیته نروژی هلسینکی یک سازمان حمایت از حقوق انسان در صفحه توییترش از مقامات توجیکستان خواسته است که از خشونت در شهر خاروق مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان جلوگیری کند. او نوشته است از خاروق خبرهای نگران کننده میرسند. مقامات توجیکستان باید از خونریزی و داغ کردن وضع ترکنده جلوگیری نماید. در عین زمان به قول منابع رادیو آزادی در خاروق مقامات برای تسلیم شدن محمد باقرov یک چهره شناخته در منطقه و 6 ساکن دیگر ولایت یک هفته مهلت داده است. وگرنه نیروهای قدرتی تهدید کردند که عملیات ویژه به راه انداخته می شود.
شومی دیروز گروه از ساکنان محله خاروق بالا که نصفشون زنان بودند در یک مراجعتنامه از مقامات تاجیکستان خواستند که از نقشه راه‌اندازی عملیات حربی برای بازداشت محمد باقر و چند ساکن دیگر این محله دست بکشند. آنها میگویند محمد باقر نه جنایتکار بلکه نفری است که به ضد کروپسیا مبارزه میبرد. در همین حال ویولا فون کرامن عضو پارلمان اروپا در مصاحبه‌اش با مجله با نفوذ بریتانیایی The Guardian گفته است که اتحادیه اروپا در حال بررسی تحقیقات و قطعنامه در ارتباط با واقعه ماه نوامبر است که میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. برنامه را ادامه میدیم. شرکت کومیل 2010 که با نام شرکت بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان مشهور است تا هنوز 3 بنا استقامتی مشکل دارش را نسپاریده است. در این باره محمد سعید زویزاده رئیس کمیته معماری و ساختمانی کشور خبر داد. حالا کمیسیون رفتی اصلاح نقصان‌ها را در این بناها نظارت میکند. در برابر این شرکت بنیاد بلندوشانه در ظرفشان پایتخت را انجام داده. کمیسیون دولتی به تفتیش آن آغاز کرده است. زویزاده گفت که حالا آنها انتظار خلاصه نهایی می باشند. تاکید شده است که شرکت کومیل 2010 هنوز هم در روی خط سیاه قرار داشته اجازت بنیاد انشاءات در کشور را ندارد. قانون‌های تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیگ صبور میگوید وی عملاً رهبری یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم بیخانه در تاجیکستان کمک میکند. یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس‌ها اثبات کرده بود که بیگ صبور محل کاری دولتیش را به مکان قبول مشتریان و خرید و فروش خانه‌ها تبدیل داده است. روسکومنادزور نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در روسیه شام شنبه 4 فوریه تهدید کرد که اگر رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مقاله‌های وابسته به تحقیقات سیاستمدار زندانی الکسی ناوالنی را فوراً از بین نبرد، 7 سامانه‌اش در روسیه از جمله بخش تاجیکی رادیوی آزادی دستنوراس خواهد شد. در میان مقاله‌ها تحقیقات در مورد قصری رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در بحر سیونیست هست. بر رادیوی آزادی 24 ساعت وقت داده شده است که 10 مقاله که به گفته روسکومنادزور قانون‌های ضد افراطگرایی و تروریسم را در روسیه ویران می‌کنند از بین ببرند. رادیوی آزادی این طلب را که به گفته پرزیدنت رادیو جیمی فلای سنزور سیاسی میباشد اجرا نمی‌کند. یک گروه از نمایندگان مخالفین تاجیک در گردی همایی در آلمان آزادی نصرتالله سعیدов برادرزاده سعید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحادیه نیروهای مخالفین را تقاضا کردند. تظاهرات آخر هفته گذشته در نزد سفارت تاجیکستان در برلین برگزار شد. نمایندگان سفارت هنوز واکنش نکردند. اعتراضگران در نوارهای ویدیویی گفتند کسی به نزد آنها نبرآمد. به گفته پیوندانش نصرتالله سعیدов روز 24 ژانویه امسال در باختر مرکز ولایت ختلان دستگیر شده است. قبلا نزدیکانش گفته بودند نصرتالله سعیدов به دریافت یاری از خارج گمانبر است. ابوبکر نوری برادر سعید عبدالله نوری در گردیمایی آلمان گفت او در بازداشتگاه موقتی است ولی هنوز معلوم نیست به چی گمانبر میباشد. مقامات تاجیکستان تا هنوز قضیه بازداشت نصرتالله سعیدov و اتهام بر ضد او را اعلان نکردند. بینندگان گرامی، حالا برای شما درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان یادآور می‌شوم. بانک ملی برای امروز 7 فوریه قرب 1000 روبل روسی را رأس 148 سومونی مقرر کرده است. $1 11 سومونی و 30 درم است و 1 یورو باشد 12 سومونی و 93 درم نرخ دارد. بینندگان گرامی، در این ثانیه‌ها نشر نوبتی سرخط رویدادها را به پایان میبرم، ولی من با شما خیرخواهی نمی‌کنم زیرا 3 ساعت بعد برنامه اخبار آزادی داریم. من شما را در این برنامه منتظر خواهم بود. از آن تا آن دم خود را احتیاط کنید.